بزرگترین شهید تاریخ که با زبان تشنه و همراه زن و بچه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراه 70 نفر از یارانش مظلومانه و با زبان تشنه شهید شد، حسین ابن علی بود. اگر در اونجا بودیم قسم به خدا بر علیه سربازان یزید و عبیدالله ابن زیاد و شمر ملعون به خدا قسم می جنگیدیم اگر در صحرای کربلا بودیم. این را بدانید پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید حسین و حسین سردار جوانان بهشت هستند. لعنت خدا بر کسی که با زبانش، با عملش، با دستش، با اشاره در قتل حسین ابن علی شریک بود که حسین ابن علی را به شهادت رساندن. ما اهل سنت برای حسین ابن علی عزاداری نمی کنیم، اما خود را سرباز حسین ابن علی می دانیم، اما محب حسین ابن علی می دانیم. دشمن کسی هستیم که دشمن حسین و علی باشد. ابن عباس می فرماید